خب اکنون در مورد بازی دیگر حرف میزنیم. بارسلونا در موسم امسال در میدان خود در کامپ نو اولین بار بازی لیگ قهرمانان را بعد از سال 2022 برگزار میکند و حریف آنها دسته کامباهای آلمان تیم اینتراخت فرانکفورت هست که حالا به هر صورت فرانکفورت نظر به دیگر دسته ها نتیجهش در لیگ قهرمانان ها خوب نیست و بسیاری هم افضلیت بیشتر رو به دسته بارسلونا میدهند. هم در میدان خود بازی دارد، هم قدرت اینتراخت فرانکفورت نمیرسد برای تیم بارسلونا. سوال اساسی این است که موسم گذشته برای به دوری 8 نهایی برآمدن مثلا شامل شدن به 8 گانه کفالت داده میشد 12 امتیاز شاید یا شاید زیادتر یا 16 امتیاز، اما حالا دسته ها الکی بعد از 5 در 12 امتیاز دارند و شاید دیگر کفالت داده نمیشود 16 امتیاز. مثلا بارسلونا موسم گذشته با 19 امتیاز و دوری 8 نهایی را خواهد گرفت، حالا باشد از 8 گانه بیرون است. یعنی فرقیت بارسلونا موسم گذشته و بارسلونا امسال کلان است که دسته در زینه‌های پایانی قرار دارد. بارسلونا این موسم اگر اهمیت داده باشد در لیگ چمپیون‌ها در خصوص با چمپیونات داخلیش دچار مشکلی کلانتر است، چون که اینجا الکی دو باخت بود از سوی بارسلونا و در این برابر ما استواری زیاد رو از سوی هانسی فلیک ندیدیم، چون که بارسلونا در چند موقع مشکلی ها داشت، از جمله در خرید دروازه وقتی ژان گارسیا دروازه‌بانی اساسی آسیب داشت، بعداً دفاعگران و باز البته مدت طولانی نبودن رافینیا باعث بر آن شده بود که از حد زیاد یک دسته شود که توازنش ویران شده است و بیشتری وقت هجوم‌ها توسط کنار خودی یامال میشد و مثل که در بازی با چلسی وقتی محکم کردن همین کنار رو دیگر وریانت ها هم پیدا نشد و بعداً باز از نگاه نظم و نظام هم مشکلی داشت بارسلونا این موسم. حالت‌های زیادی که عصبانیت فوتبالبازان، کارت‌های سرخ، خطاها مخصوصاً از سوی اراوخو بر این بازیگری که باید یک لیدری حقیقی باشد با بارسلونا تاثیر کلانی خود را رساند. اما برگشت به کامپ نو در دایره بازی‌های لالیگا طوری ما دیدیم تاثیر بین‌نهایت کلانی مثبت رساند. تنها یک چیز است که بارسلونا اون رو اصلاح باید کند برای باز هم بهتر شدن نتیجه ها، این کمتر گل سر دادن، چون که ما در مثال بازی با بریوگه دیدیم در لیگ چمپیون ها که آنها چگونه با دروازه خود گل های زیاد سر میدهند. حتی بعضی دسته‌های دیگر هم در چمپیونات داخلی میتوانند با دروازه بارسلونا گل های زیاد بزنند. این چیز باید اصلاح شود، در این صورت امکانات های بارسلونا با 8 گانه وارد شدن زیادتر میشه، زیادتر است و این بهترین فرصت هم هست برای اینتراخت. هم امکانات خیلی خوب است تا اونها حداقل با قطاری همون 26 دسته شامل شوند و برای روخت به مرحله 24 دسته برای روخت به مرحله پلی آف موقع خود را مستحکم کنند. خب ما میدونیم که بارسلونا فاوریت است، بارسلونا افضلیت بیشتر دارد، ولی امکان هست با معجزه باور کردن هست در همین رقابت که اینتراخت باید یک هنگامه نشون دهد مقابل بارسلونا. من فکر میکنم در وضعیتی که این حال اینتراخت قرار دارد با معجزه باور کردن خیلی مشکل است. ببینید در خود بوندسلیگا چقدر گل ها، شماره زیادی گل ها به دروازه‌اش سر میدهد. در دور گذشته الکی 6 گل به جواب سر داد اینتراخت فرانکفورت. ما اگر چند دور پیش با منخنگلادباخ بازی رو دیدیم 6 بر 5. ببینید الکی شماره گل های سر داده شده از شماره گل های زده شده زیادند، 28 بر 29. این است چی میگه در ضعیفی بنویت زیادی خط دفاع و ببینید اگر که دسته اینقدر گل از دستای میانه هول و همون فاوریت‌های بوندسلیگا سر داد، ببینید ضد حمله‌وران بارسلونا این خط دفاع چیکار میکرده باشد. این است یک سوال دیگر هم برای آن است که برای بارسلونا این حریف پرینسیپالی هم است. ببینید چند موسم پیش ما از جایزه اروپایی خود همین اینتراخت فرانکفورت بارسلونا را محروم کرده بود. آنها میتوانستند در لیگ اروپا جایزه بگیرند و این چیز هم این صحیفه تاریخ هم بار دیگر به یاد آوردن میتونه شود. و اینجا ما فکر میکنم اینتراخت فرانکفورت خیلی در فوتبال در دل خوشچیز شدنش ممکن است، ولی به خیالم آمارها و آن برآمدی که این حال بارسلونا دارد از آن میگویند که اینتراخت فرانکفورت شانس‌های به مراتب کمتر را دارد و چنین طور هم به نظر میرسد. بله دوستان عزیز، بازی این دسته ها هم امشب البته توسط شبکه‌های ما منظوری بیننده ها می شود.